بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. کسانی که به ایشان کتاب را دادیم او صلی الله علیه و سلم را طوری میشناسند که فرزندان خود را میشناسند و حقا که گروهی از ایشان آگاهانه حق را پنهان میکنند. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. این یعنی روی آوردن به سوی خانه کعبه حق است از جانب پروردگار تو، پس هرگز از زمره شک کنندگان مباش. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هر کسی جهتی دارد که خداوند او را به سوی آن متوجه می سازد، پس در نیکوکاری از یکدیگر سبقت نمایید. هر جایی که باشید خداوند همه شما را باز می آورد، حقا که خداوند بر هر چیزی تواناست. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. و از هر جایی که بیرون شدی پس روی خود را به سوی مسجد حرام بگردان و این واقعا حق است از جانب پروردگار تو و خدا از آنچه می کنید غافل نیست.